بسم الله الرحمن الرحیم. محصلان عزیز و ارجمند، به امید صحت سلامتی شما امیدوار به این هستم که با خیر و سلامت باشین. شما را فرا می‌خوانم به ادامه دروس حقوق جزای بین الملل پیرامون پرنسیپ صلاحیت‌های تعویضی، خاصتا پرنسیپ صلاحیت شخصی از نوع دومش پرنسیپ صلاحیت مفعولی. دوستان عزیز، در هفته قبلی ما پیرامون پرنسیپ صلاحیت تعویضی شخصی فاعلی صحبت داشتیم. تمامی جزئیات بحث‌های ما را خواندیم. حالا نوع دوم از پرنسیپ صلاحیت شخصی که عبارت از پرنسیپ صلاحیت مفعولی هست که از درس هفته قبلی ما باقی مانده، این را انشالله امروز پیرامونش بحث میکنیم و بعد نوع دومی از پرنسیپ صلاحیت تعویضی که عبارت از پرنسیپ صلاحیت جهانی یا یونیورسال است، در این مورد هم بحث‌های را می داشته باشیم. دوستان عزیز و ارجمند، پرنسیپ صلاحیت شخصی مفعولی را ابتدا یک تعریف میکنیم، بعد دلایل پذیرش این پرنسیپ هم میگیم، بعد شرایط تطبیقش هم میگیم و چگونگی عملی تطبیق پرنسیپ صلاحیت مفعولی را هم خواهد گفتیم. ابتدا تعریف پرنسیپ صلاحیت مفعولی را برای شما بیان میکنیم. این است که پرنسیپ صلاحیت تعویضی و پرنسیپی گفته می شود که به اساس آن برای کشور صلاحیت رسیدگی داده می شود که آن کشور عبارت از کشور مطبوع مجنی علیه است، یا به عبارت دیگر پرنسیپ صلاحیت مفعولی صلاحیت تعویضی است که به اساس این پرنسیپ کشور مطبوع مجنی علیه برای رسیدگی جرم ذی صلاح دانسته می شود. چگونه؟ به این معنا که به آن کشور صلاحیت داده میشه که مجرم مجنی علیه از او کشور است، یعنی فردی که برش ضرر رسیده از آن کشور است. مثلا جرم در افغانستان واقع شده علیه تبع ایرانی، اگر در افغانستان برش رسیدگی نکرد، بعد صلاحیت رسیدگی در صورتی که مجرم به کشور ایران بره برای کشور ایران است در مرحله دوم. بنابراین به می خاطر کشور ایران هم نسبت به مجرم برای رسیدگی مجرمیت آن ذی صلاح دانسته می شود. اینکه چگونه ذی صلاح دانسته می شود و در کدام حالات این شرایط این صلاحیت برش پذیرفته شده است، بحثایی است که در ادامه می خوانیم. چرا ما پرنسیپ صلاحیت مفعولی را مینس یک پرنسیپ در صلاحیت‌های تعویضی پذیرفتیم؟ 3 دلیل وجود داره. دلیل اول این است که از اینکه مجرم بدون محاکمه و مجازات باقی نمانه. اگر فرض میکنیم جرمی در یک کشور مانند افغانستان واقع شده، مجرم داخلی است اما مجنی علیه خارجی از کشور ایران است، بنابراین در این حالت اگر کشور افغانستان به جرم رسیدگی نکنه که دارای صلاحیت محلی هست و همچنان کشور افغانستان به جرم رسیدگی نکنه که دارای صلاحیت فاعلی هست، و در این حالت برای که مجرم بدون محاکمه و مجازات باقی نمانه و هیچ جای امن برای مجرمین هم باقی نمانه، و همین بابت ما باید به کشور دیگری که عبارت از کشور دارای صلاحیت مفعولی یا کشور مطبوع مجنی علیه هست صلاحیت رسیدگی را اعطا بکنیم. و همین خاطر علمای علم حقوق این صلاحیت پذیرفتن و به کشورهایی که مجنی علیه از آن کشورها واقع میشن در کاتگوری دوم از صلاحیت ها برایشان صلاحیت اعطا کرده است. دلیل دوم از حیث حمایت اتباع است. زمانی که اتباع کشورها به کشورهای دیگر سفر میکنن، باید برای کشور آنها صلاحیت رسیدگی بر مجرمین هم داده شود، چرا که این کشورها از اتباعشان حمایت کرده بتانند و هیچ کسی جرأت ارتکاب عمل جرمی را برای تبع کشورهای دیگری نداشته باشند و با اطمینان خاطر آمار مجرمیت کم شود و نسبت به اینا ما بتانیم یک زمینه ای را برای که مجرمین احساس نکنند که جای امنی در دنیا برایشان باقی خواهد ماند، و همین بابت باید صلاحیت رسیدگی به این کشورها را هم بدیم. از به عبارت دیگر اتباع کشورها که به کشورهای دیگر سفر میکنن، اینکه نامبدی از اونها برای این کشور آر و ننگ هست،
نامنیکی از اونا هم برای کشور افتخار هست. به همین بابت خیر و شر همه اتباع کشورها و کشورهای دیگر باعث افتخار و نام کشور یا باعث افتیدن نام کشورها می شود. به همین بابت اتباع کشورها مکلف هستند تلاش بکنند که از اتباعشان در کشورهای مختلف حمایت بکنند تا اینکه مورد ضرر و زیان دیگرها قرار نگیرند، تا اینکه در ضعف قرار نگیرند، تا اینکه دولت در سطح داخلی کشور خودش صلاحیت برای زمینه خدمت برای مردم بیشتر مساعد بکنه و همچنان ذهنیت عمومی را برای خودش آماده بکنه تا اینکه مردم حامی و طرفدار دولتشان باشند و از این طریق حمایت مردم هم با دولت باشه. دلیل سوم از حیث بهترین عکس العمل است. بهترین عکس العمل کشور میتونه داشته باشه که از جرم ضرر دیده باشه. به می بابت میتونه که به اندازه همون ضرر آیده یک سلسله از مایده ها را بالای مجرم تطبیق بکنه تا عدالت به نحو ممکنش تطبیق شود. به همین خاطر میگن که باید با کشورهایی که مجنی علیه از کشورها هستند صلاحیت داده شود تا روی این دلایل اون کشورها هم خود را من حیث یک کشوری که مجنی علیه از او کشور است و ضرر بر شاهد رسیده فعال احساس بکنند. شرایطی که برای تطبیق پرنسیپ صلاحیت شخصی مفعولی در نظر است، دو شرطی است که ما در پرنسیپ صلاحیت فاعلی هم داشتیم که کلاً با آن شرایط پرنسیپ صلاحیت شخصی فاعلی مطابقت داره. اول، عمل واقع شده در هر دو کشور باعث جرم شناخته شده باشد. دوم، مجنی علیه باید قبل از وقوع عمل جرمی تابعیت کشور مربوطه را داشته باشد و این تابعیت در وقت وقوع عمل جرمی موجود باشد و از بین نرفته باشد. این بحث‌ها را در هفته قبل پیرامون شرایط پرنسیپ صلاحیت شخصی فاعلی بیشتر مطالعه کرده بودیم. ما امیدوار به این هستم که شما از اونجا هم فرا گرفته باشین. خب باز هم کوتاه به شرح از این میپردازیم. جرمی که واقع شده در کشور محل وقوع جرم و در کشور مطبوع مجنی علیه در هر دو باید جرم بوده باشد. در او حالت بازی کشور دارای صلاحیت شخصی مفعولی میتونه به جرم مجرم رسیدگی میکنه. احیانا اگر در کشور محل وقوع جرم نباشه و در کشور مجنی علیه جرم باشه، در این حالت باز قابلیت تطبیق نداره. اما در کشورهای اسلامی همانند که هفته قبل گفتیم این شرط از استثناءات است. چرا که شریعت اسلامی جرایم مربوط به حدود و قصاص را برای سلطان حق نمیدهد، بلکه او باید تطبیق شود در هر مکان، هر زمان، هر جایی که ایجاد میشه. بنابراین در این حالت اگر جرم در هر دو کشور جرم هم نباشن، میتونه کشور دارای صلاحیت شخصی مفعولی برای جرم رسیدگی بکنه. اما در جرایم تعزیرات باز از جمله این شرط قابلیت تحقق را داره و قابلیت تطبیق هم داره. نوع دومی از شرط شرایط تطبیق پرنسیپ صلاحیت شخصی مفعولی یا کشور مطبوع مجنی علیه این است که مجنی علیه زمانی که به کشور دیگر مورد مجرمیت قرار میگیره یا مورد جنایت اشخاص کشورهای بیگانه قرار میگیره، تابعیت کشور شخصی مفعولی را داشته باشه. اگر تابعیت این کشور را در اون زمان نمی داشته باشه یا قبل از رفتن به کشور دیگری آن را ترک میکرده باشه یا کرده باشه، در این حالت باز کشور دارای صلاحیت شخصی مفعولی برای جرم مجرم مرتکب علیه مجنی علیه کشور دارای صلاحیت شخصی مفعولی رسیدگی کرده نمیتونه. این حالت برعکسش هم است. اگر بعد از ارتکاب جرم یک مجنی علیه تابعیت این کشور را گرفته باشه، با در این حالت هم قابلیت تطبیق را
نداره، چرا که شرط این است که در مو وقتی که جرم وقتی میشه تابعیت کشور دارای صلاحیت مفعولی را دارا باشند. چگونگی تطبیق پرنسیپ صلاحیت مفعولی همانند پرنسیپ صلاحیت فاعلی هست. از دو لحاظ در نظر گرفته میشه. یکی از این که پرنسیپ صلاحیت شخصی مفعولی از حیث محل اقامت شخص در نظر گرفته میشه. دوم از حیث چگونگی محاکمه و مجازات قبلی شخص قابلیت تطبیق را داره. در نوع اول از تطبیق پرنسیپ صلاحیت شخصی مفعولی ما چند فرضیه را در نظر میگیریم از حیث محل اقامت اشخاص و مطابق از این واضح میسازیم که این پرنسیپ چگونه تطبیق شده میتونه. اگرچه این پرنسیپ با پرنسیپ صلاحیت شخصی فاعلی مشابهت زیاد داره، ما کوشش میکنیم به شکل گذرا بار دیگر هم یک تکرار داشته باشیم. فرض اول در نظر میگیریم که مجرم بعد از وقوع عمل جرمی به کشور افغانستان اقامت میکند. پرنسیپ صلاحیت شخصی مفعولی چگونه تطبیق میشه؟ در جواب سوال میگیم که اگر مجرم بعد از ارتکاب جرم در محل وقوع جرم که کشور افغانستان است اقامت اختیار میکنه، در این حالت پرنسیپ صلاحیت شخصی مفعولی قابلیت تطبیق نداره، چرا که از دید صلاحیت ها صلاحیت کشور دارای صلاحیت مفعولی پایین تر از کشور دارای صلاحیت محلی هست. در این حالت مجرم در این کشور اگر باقی ماند، کشور دارای صلاحیت مفعولی تقاضای استرداد کرده نمیتونه، بلکه تقاضای محاکمه و مجازات کرده میتونه. اگر کشور افغانستان مجرم را محاکمه و مجازات نکرد، باز در این حالت منتظر میمانه تا ای که مجرم از این کشور خارج شود. اگر مجرم از این کشور خارج شد و کشور دارای صلاحیت فاعلی رفت، یعنی کشوری که مجرم از اونجا است، بعد در این حالت کشور دارای صلاحیت مفعولی که مجنی علیه از اون کشور است میتونه تقاضای استرداد را بکنه، چرا کشور دارای صلاحیت فاعلی و کشور دارای صلاحیت مفعولی از صلاحیت‌های یکسان برخوردار هستند، میتونه تقاضای استرداد انجام بده. اگر نظر به پرنسیپ عدم اعاده اتباع کشور دارای صلاحیت فاعلی استرداد مجرم نپذیرفت، در این حالت باز تقاضای محاکمه و مجازات کرده میتونه. کشور دارای صلاحیت فاعلی تقاضای محاکمه و مجازات را کرده میتونه. اگر احیانا کشور دارای صلاحیت فاعلی محاکمه و مجازات هم نکرد، باز این کشور دارای صلاحیت فاعلی منتظر میماند که مجرم از این کشور خارج شود به یک کشور دیگری برود و کشور ثالث باشد یا کدام کشور که یا کشور محل وقوعش. اگر به کشور ثالث رفت، باز تقاضای استرداد کرده میتواند و قضیه حل است و کدام مشکل ایجاد نمی شود. در فرضی اول ما اینمی صورت حال ها و راه حل ها را داریم. در فرضی دوم اینکه شخص بعد از ارتکاب جرم به کشور مطبوع خود یعنی کشور پاکستان برمیگردد و در آنجا اقامت میکند، یعنی به این معنی که مجرم از پاکستان است، بعد از ارتکاب جرم در افغانستان به پاکستان میره و مجنی علیه از کشور تاجیکستان است. در این حالت باز چگونه مطرح میشه؟ این راه حلی است که تقاضای استرداد میکنه. کشور دارای صلاحیت مفعولی از کشور دارای صلاحیت فاعلی تقاضای استرداد میکنه، چرا صلاحیت‌هایشان با هم همسان هستند و اینا نوعی از پرنسیپ صلاحیت شخصی هستند، میتونن با هم تقاضای استرداد میکنن. اگر تقاضای استرداد کشور دارای صلاحیت مفعولی از طرف کشور دارای صلاحیت فاعلی قبول شد، خب مشکل حل است و میتونه کشور دارای صلاحیت مفعولی مجازات را بالای مجرم تطبیق کنه.
اگر پذیرفته نشد، یعنی تقاضای استرداد پذیرفته نشد، در این حالت باز کشور دارای صلاحیت مفعولی تقاضای محاکمه و مجازات کرده میتونه. چرا که بعضی از یک پرنسیپ وجود داره که بعضی کشورها اتباع خود را اعاده نمی کنند. به همین لحاظ بازی کشور دارای صلاحیت مفعولی تقاضای استرداد را اگر کرده بود قبول نشد، نظر به پرنسیپ عدم اعاده اتباع، باز تقاضای محاکمه و مجازات کرده میتونه. اگر باز هم تقاضای محاکمه و مجازات قبول نشد، باز منتظر میماند که مجرم از این کشور خارج شود. فرضیه سوم در نظر میگیریم شخص متهم بعد از ارتکاب جرم که در افغانستان جرم انجام داده و بعد از ارتکاب جرم بعد کشور تاجیکستان میاد که مجنی علیه هم از این کشور است. پرنسیپ صلاحیت مفعولی چگونه تطبیق میشه؟ پرنسیپ صلاحیت مفعولی در اینجا بدون کدام مشکل تطبیق میشه و کشور دارای صلاحیت مفعولی میتواند برای مجرم رسیدگی بکند و آن را مورد محاکمه و مجازات قرار دهد و در این فرضیه ما با کدام مشکلی مواجه نمیشیم. فرضیه چهارم که در نظر بگیریم این است که شخص متهم یا مجرم بعد از وقوع عمل جرمی نه در کشور پاکستان و نه هم در کشور تاجیکستان بلکه در کشور ایران اقامت میکند. پرنسیپ صلاحیت مفعولی چگونه تطبیق میشود؟ در این حالت اگر به کشور ثالث رفت، باز کشور دارای صلاحیت مفعولی آزادانه تقاضای استرداد را انجام داده میتواند و بعد از استرداد میتواند محاکمه و مجازات را برای مجرم تطبیق بکند. نوع دومی از تطبیق پرنسیپ صلاحیت مفعولی از نگاه اینکه محاکمه و مجازات قبلی شخص چگونه بوده در خور نظر است و در مورد بحث میکنیم. چندین سوال مطرح میشه و به چندین فرضیه ما در نظر گرفته میتوانیم. فرضاً مجرم در کشور محل اقامت جرم نه محاکمه شده و نه مجازات. فرضیه اول، در این حالت باز کشور دارای صلاحیت مفعولی اگر مجرم به یک کشور آمد میتونه به جرم رسیدگی بکنه و از سر محاکمه و مجازات بکنه. فرضیه دوم این است که مجرم در کشور دارای صلاحیت محلی هم محاکمه شده و هم مجازات. در این حالت نه محاکمه میشه نه مجازات. و فرضیه دیگه است که در کشور دارای صلاحیت محلی محاکمه شده مجازات نشده. بنابراین در این حالت کشور دارای صلاحیت مفعولی چی کار میکنه؟ کشور دارای صلاحیت مفعولی به اساس قانون خودش حکم محکمه قانون دارای صلاحیت محلی را بررسی میکنه و به اساس ازی در نظر میگیره که چگونه باید در رابطه با این قضیه راه حل منطقی پیدا شود. بنابراین مجازات محکمه دارای صلاحیت محلی را یا کشور دیگر را با مجازات قانون کشور دارای صلاحیت مفعولی مقایسه میکنند. بعد هر مجازاتی که به نفع مجرم باشد همان قابلیت تطبیق را پیدا میکند. فرضیه چهارم می است که مجرم محاکمه شده و قسما مجازات هم شده. در این حالت با چه راه حل است؟ بعد محاکمه شده، بعد از فرار کرده آمده به کشور مجنی علیه. در این حالت قانون کشور مجنی علیه در نظر گرفته میشه و با قانون کشوری که حکم محکمه اعلان شده و قسم مجازات تطبیق شده. بنابراین در این حالت حکم محکمه قبلی با قانون جدید مقایسه میشه، بعد از مجازات سپری شده منفی میشه. نهایت وقتی که کلیه مسائل در نظر گرفته شد به اساس منفعت مجرم و منفی مجازات سپری شده، مجازات باقی مانده در کشور مجنی علیه بالای مجرم یا کشور دارای صلاحیت مفعولی بالای مجرم تطبیق میشه. فرضیه پنجم است که مجرم بعد از اینکه محاکمه و مجازات میشه فرار میکنه و جرم یادی تحت مرور زمان میره. بنابراین در این حالت اگر تحت مرور زمان رفت
در کشور مجنی علیه اگر آمد مجرم قابل محاکمه و مجازات نیست. فرضیه ششمی که جرم مجرم در عفو عمومی قرار میگیره در کشور محل وقوع جرم یا در کشور اولی، اگر در صورتی که به کشور خودش کشور مجنی علیه میاد، در این حالت هم قابلیت تطبیق را نداره. امید است که این دو پرنسیپی را که خدمت شما مطرح کردیم استفاده موثر شده باشه و شما از پرنسیپ صلاحیت شخصی مفعولی برداشت خوبتر را کرده باشین. امید است قضایای فردی بیشتر را با خود طرح کنین و در این مورد مطالعه بیشتر انجام بدین. سلامت و بخیر باشین.